دامی شما که ما بلیط گرفته سیم دامی میرای سیم و در پاریس یادیخ میکنی میایی. این گروه مهاجران 1 سال می شود که در آرزوی گشوده شدن راه روسیه بودند و با امید دریافت چپته به شرکت اورالسکی اویالینی آمدند. از 1 اپریل پروازهای عادی بین تاجیکستان و روسیه احیا شدند، ولی در یک هفته تنها 1 پرواز از جانب شرکت‌های سامان ایر و یوتر انجام می شود. ولی این هفته نمایندگان شرکت اورالسکی اویالینی هم خبر دادند که برای بردن شهروندان تاجیکستان به 7 شهری روسیه اجازه گرفتند. مهاجران این را خوشخبر می‌نامند، ولی از قیمتی بلیط شکایت می‌کنند. اورال فروخته شده بلیط در این روزهای نزدیک نرخش قیمت 9000 10000 اگه مردم اگه داره. این مرد به گفته خودش سال گذشته از شرکت اورال با 3000 سامانه چپته خریده بود، ولی با سبب بسته شدن راهها نتوانست به روسیه پرواز کند. حالا آماده است که چپته را عوض کند. بانک قرض میگیریم قرض کرده اومدیم 3000 دیگه بگه 4000 دیگه گام نیست. این 12000 دیگه در کجا توغری میگیره. 12000 داشته باشم نمیرم اونجا. مسئولان شرکت اورالسکی اویالینی رسما در این باره صحبت نکردند. تنها یک نماینده اش گفت که پروازهای آنها چارتری بوده، از یک طرف خالی می آیند و از این خاطر بلیط قیمت است. در چنین شرایط مهاجران تاجیک گفتند در دو راه ماندند. از یک طرف در داخل کشور جای کار ندارند و باید حتما به روسیه بروند، ولی نرخ پرواز به سنگ در سر راهشان تبدیل شده است. تقریبا 5000 میشه، 5000 سوم میشه. با فکر شخصی خودم کردم.